سومین ادب عمل به قرآن است. عاقلانه و خردمندانه از خود پرسان میکنیم اگر این قرآن به خاطر عمل نباشه از چی خاطر میخوانم؟ یعنی صادقانه از کس از خود پرسان بکن اگر من وقت خود به خاطر میتم، لیلیه ها را به سپری کردم، سفرها را به خاطر ای دادم، پدر به خاطر ما زحمت کشید، مادر به خاطر ما زحمت کشید، استادای محترم در خدمت ما شما بودن، اگر این قرآن عمل نشوه به خاطر چی نازل شده؟ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگه از علمای صحابه و دانشمندای صحابه است. روش درسشون نمیفهمید پیامبر چه قسم درس میگرفت؟ میگه ما 10 آیه از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم درس میگرفتیم. این 10 آیه را اول یاد میگرفتیم روخانیش را مثل که در مدارس معمول است. بعدش در ترجمه از این میرسیدیم، بعدش این تدبر میکردیم، بعدش به این عمل میکردیم، بعدش این به مردم میرساندیم، بعدش باز پیامبر میرفتیم 10 آیه دیگه میگرفتیم. این روش صحابه در اخذ قرآن بود، این روش صحابه در گرفتن قرآن بود. پس سومین ادبی که یک حافظ قرآن رعایت میکنه، قرآن تنها برای خواندن نیست، برای زندگی کردن است. ما گهگاه شاید دیده باشین مردم از زندگی خود شکایت داره، میگه زندگی ما این تو در بدر است. به اصطلاح ما مردم غزنی میگه خاک بسر است. زندگی ما این طور است، وضعیت تجارتی ما این طور است. آیا در خانه‌تان، در خانه‌ای که تو زندگی میکنی با کلام خدا تعامل است یا نیست؟ آیا فرزندای با قرآن آشتی داره یا نداره؟ وقتی تو با کتاب برکت، با کتاب ارزشمند سر و کار نداشته باشی، چگونه میتونه این خانواده به ارزشمندی و برکت برسه؟ پس عمل به قرآن سومین ادبی است که حافظ قرآن باید او را رعایت کرده باشه.